سلام و درود خدمت همه شما عزیزای گرامی. فصل دهم کتاب جاوا هاو تو پروگرام از بحثای Object Oriented بخش اینجا چیزی که زیاد تشریح شده، یعنی کلا این فصل درباره پلیمورفیزم و انترفیس ها است. چیزهایی که در اینجا یاد میگیریم تقریبا بحثای Object Oriented در ادامه بحثای قبلی است. بعد انهریتنس باید 100% بلد باشین، بخش آبجکت و کلاس هم باید بلد باشین. بریم ببینیم که در این فصل چی یاد میگیریم. چیزی که اول در اینجا تشریح شده ای است که کانسپت پلیمورفیزم رو بفهمین، ای که چه قسمی شما پروگرام های و برنامه های عمومی بسازین. ای که میتود های اوورراید شده چه تأثیری بالای پلیمورفیزم داره، این هم در این فصل یاد میگیریم. تفاوت بین ابسترکت کلاس و کانکریت کلاس را متوجه میشین. ابسترکت کلاس هایی را میگه که از او آبجکت ساخته نمیشه، یعنی ناتکمیل است، عمومی است. و کانکریت کلاسی است که از ابسترکت کلاس خاصیت خود به ارث میبره و از این کاملا آبجکت هم ساخته میشه. شما یاد میگیرین همچنان که ابسترکت میتود تعریف کنید به خاطر ساختن ابسترکت کلاس ها. همچنان چیز دیگه که یاد میگیرین که چه قسمی پلیمورفیزم برای شما یک سیستم گسترشیاب و قابل تغییر هم میتونه بسازه. همچنان این مشخص میسازه که نوعیت آبجکت شما در زمان اجرا مشخص شود، حالا نه در زمان کمپایل. در زمان کمپایل که معمولا میشه، ولی بعضی از اینا در زمان اجرا میتونه مشخص باشه. همچنان تعریف کردن و امپلیمنت سازی انترفیس ها. این دیگه بحث های از این مربوط جاوای 8 است که بیشتر در اونجا که رسیدیم باز دوباره توضیحات میدیم. پلیمورفیزم اگر شما در کتاب های ایرانی دنبالی بگردین، دنبال کلمه به نام چند شکلی چند رختی هم میتونید پیدا کنید. حالا 4 بحث که در Object Oriented میبخشید در بحث ادوانس جاوا زیاد مهم است. یکی از اینا که از پلیمورفیزم است، یکی اینا انهریتنس است، یکی اینا انکپسولیشن است، یکی اینا به نام ابسترکشن است. که ما در بخش پلیمورفیزم در اینجا هم ما روی پلیمورفیزم گپ میزنیم، همچنان روی انکپسولیشن در درس‌های قبلی هم گفته بودیم، روی انهریتنس هم و روی ابسترکشن هم درباره از اینا گپ خود زدیم. پلیمورفیزم شما را قادر می سازد که برنامه های عمومی بسازین نسبت به اینکه برنامه های خصوصی بسازین، برنامه های خیلی مشخص نسازین، برنامه های خیلی عمومی بسازین. یا به صورت دقیق تر اگر بگویم پلیمورفیزم این توانایی را به شما میده که برنامه هایی را بسازین که آبجکت یک سوپر کلاس را اشتراک گذاری کنه. این میتونه که ساب کلاس های اونا میتونه که این انهریتنس بین از اینا دایرکت باشه یا اندایرکت باشه، یعنی آبجکت تمام از اینا یک آبجکت باشه. برای مثال اینجا ما یک تا کلاس داریم به نام انیمال میتونه که یک کلاس عمومی باشه. انیمال یعنی حیوان. این کلاس فعلا فرض کنید که ابسترکت تعریف شده، خیلی عمومی تعریف شده و این در داخل خود یک تا میتود داره به نام موو، یعنی حرکت. صحیح؟ حالا از این ما کدام آبجکت ساخته نمیتونیم چون که اینا ابسترکت تعریف شده و ما باید کانکریت کلاس بسازیم تا از او استفاده کنیم. پس این میشه که خودی انیمال، از این انیمال 3 تا کلاس دیگه خاصیت میتونه که به ارث بری انجام داده. یکی کلاس فیش است، یکی کلاس فراک است و کلاس برد است. اما میتودی که ما در خودی انیمال تعریف کردیم یا در سوپر کلاس تعریف کردیم به نام موو، ابسترکت به این معنا که زمانی که تو یک تا ابسترکت کلاس ساختی یا ابسترکت میتود ساختی، یک تا میتود اگر تو در سوپر کلاس ابسترکت تعریف کردی، او ضروری است که در داخل ساب کلاس ها باید 100% امپلیمنت شود. یعنی اگر شما اینجا تا موو داشته باشین و یک کلاس دیگه باشه در اینجا مثلا میتود موو نداشته باشه، او باز ایرر میگیره. باید 100% ساب کلاس های شما همون میتود داشته باشه.
ولی تفاوت چی است؟ تفاوت اینجاست که اگر ما بخوایم که میتود موو چی بسازم، مثلا کال بسازم، خب معلوم داره که سوپر کلاس تمام از اینا انیمال است. اگر آبجکت فیش بود میتونه که ای مثل یک ماهی حرکت کنه، مثلا از طریق هوابازی از یک مکان در مکان دیگه انتقال بده. ولی اگر امی میتود ما از طریق فراگ امپلیمنت بسازم یا کال بسازم، او مثلا به قوری یک جمپ انجام بده. ولی اگر از برد بود بازو میتونه پرواز کنه. ببینید که امی میتود در هر سه اینا موجود است، ولی هر کدام از اینا رویش اینا متفاوت از هم دیگر است. یعنی میشه که بحث پولیمورفیزم دیگه چه قسمی میتونه که سیستم اکستنزیبل باشه. سیستم اکستنزیبل به این معنا که ما میتونیم که یک تا چیز دیگه هم بسازیم، یک تا کلاس دیگه هم اینجا بسازیم، یک کلاس دیگه بسازیم، نام ای را مثلا بانیم ترتس یا لاک پشت. این هم میتونه که از همین کلاس ما خاصیت خود به ارث ببره و امی خاصیت خود که به ارث بود چون ابسترکت تعریف شده و داخل خود میتود موو داره، پس این هم 100% بعد اونو میتود موو کال کنه. در غیر از او باز ایرر میگیره. اینی میشه که مفهوم پولیمورفیزم. با پولیمورفیزم ما میتونیم که سیستم های اکستنزیبل یا سیستم های گسترش یابه خود ما ایجاد کنیم. کلاس جدیدی که ایجاد میشه میتونه که یک کمی تغییرات یا داشته باشه یا اصلا تغییرات نداشته باشه، فرق نمیکنه، ولی از او آبجکت ساخته میشه، مشخص میشه که مثلا نام کلاس چی است. و یک کلاس جدید ما باید شجره ای از اما هایرارکی باید باشه، 100% باید از او ابسترکت کلاس ما یا از کلاس سوپر کلاس ما باید خاصیت خود به ارث ببره. ولی این کلاس جدید ما تقریبا بگیم که 90% مثل سوپر کلاس خود است، ولی میتونه که یک بخش از متفاوت تر باشه که او میتونه اتریبیوت های جدید باشه که مربوط امی کلاس است. بازم همون مثال اگر ما بخوایم که یک در کلاس انیمال اکستنز بیتیم، یک تا کلاس دیگه بسازیم به نام تورتوز یا مثلا لاک پشت، ما فقط لازم است که کلاس لاک پشت بسازیم و دیگه بخشای اونا که یکسان است اونا رو میتونیم که از کلاس بالایی به ارث ببره. بازم زمان فقط میتونیم که آبجکت کلاس لاک پشت بسازیم خلاص. برنامه‌ای که مشخص باشه. خب شما از سوپر کلاستان زمانی که ابسترکت تعریف میشه، شما از سوپر کلاستان نمیتونید که آبجکت بسازین. چرا؟ چون او عمومی است، زیاد عمومی است، نمیتونید که از آبجکت بسازین. با او خاطر باید ساب کلاس هایتان اسپسیفیک باشه، مشخص باشه، از نوع تعریف شده باشه. برای مثال اگر من در اینجا بیایم، یعنی کلاس میتود موو اگر از کلاس انیمال ایمپلیمنت کنیم میگه حرکت. حالا حیوان حرکت میکنه، چه قسم حرکت کنه؟ مثل بازی کنه یا جمپ کنه یا پرواز کنه یا مثل مار حرکت خود انجام بده یا یک قسم دیگه. اینالی از او خاطر است که از ما از خود کلاسی که عمومی باشه آبجکت ساخته نمیتونیم. پس لازم است که کلاس های ما باید خیلی مشخص باشه. مثلا فیش اگر بگم که حرکت کن معلوم دارد، مثل ماهی میتونه که بازی که حرکت کنه، یا بقه یا مثلا پرنده حرکتش مشخص است، ولی این مووی که در داخل انیمال است این مشخص نیست. When performing polymorphically process we need to program in specific. وقتی که بخوایم که پروسه پلیمورفیزم اجرا شود ما باید برنامه ما مشخص باشه، دقیق باشه. ما در مثالای قبلی داشتیم که یک برنامه حالا یک سافتور درباره امپلوی یا کارمندان ساخته بودیم. یکی بیس پلاس کمیشن امپلوی بود، یکی کمیشن امپلوی بود. ما اگر بخوایم که در بیس پلاس کمیشن امپلوی ما فقط بگیم که 10% یک بیس سالری دیگه هم بگیرن و اینا رو ما میتونیم از طریق پلیمورفیزم انجام بدیم. در سایت بعدی خود خوندیم. یک موضوع دیگه اینجا است، انترفیس است. انترفیس هم مثل کلاس ها است ولی کلمه کلیدی انترفیس داخل خود داره.
انترفیس برای شما اجازه میده که آبجکت های شما به صورت پلیمورفیزم اجرا شود. کلاس جاوا شما گفتیم که سینگل انهریت است، یعنی میتونه که فقط از یک کلاس خاصیت خود به ارث ببره، ولی میتونه که از چندین تا انترفیس امپلیمنت بسازه. شما یک تا میتود میسازین، مثلا میتود اد میسازین او را، یا میتود موو شما میسازین در داخل یک انترفیس. موو زمانی که با برد کال کردین مثل پرنده حرکت میکنه، با فراگ کال کردین مثل بقه، و با فیش اگه کال کردین مثل ماهی حرکت خود انجام میده. این را میتونیم که شما امپلیمنت انجام بدین انترفیس ها. ما در روزهای قبلی دو تا کلاس داشتیم. یکی کلاسی که بیس پلاس کمیشن امپلویی بود که این تمام خاصیت خود از کمیشن امپلویی به ارث برده بود. ما این توقع را داریم یا در کل این رقمی است که ما میتونیم که آبجکت سوپر کلاس را در وریبل سوپر کلاس ذخیره کنیم و آبجکت ساب کلاس میتونیم در ساب کلاس ذخیره کنیم. این خیلی واضح و مشخص است که ما در اینجا گفتیم. یا اگر ما در اینجا بیایم نشانم بدم، اینی ببینید، اینی وریبل ما، اینی وریبل سی ای از نوی کمیشن امپلوی است که سوپر کلاس است. همچنان این طرف آبجکتش هم سوپر کلاس است. ببینید اینی هم کمیشن امپلوی است سمت راست هم، ولی این جگه ببینید بیس پلاس کمیشن امپلوی هم وریبلش از نوی بیس پلاس کمیشن امپلوی است و آبجکتش هم از امو چیز است دیگه. میبینید ولی یک قسم دیگه هم در اینجا موجود است. اینجا ما میتونیم که آبجکت ساب کلاس را در داخل وریبل سوپر کلاس ذخیره کنیم. این کاملا امکان پذیر است، ولی ما نمیتونیم که آبجکت سوپر کلاس را در داخل وریبل ساب کلاس ذخیره کنیم. آبجکت ساب کلاس را میتونیم داخل وریبل سوپر کلاس ذخیره کنیم. باش ما یک تا از این مثال کار کنیم. ما فعلا سمت چپ اگه ما ساب کلاس بگیرم، صحیح میگم که بیس پلاس کمیشن امپلویی، بیس پلاس کمیشن امپلویی 2. این را سمت راست این را من میتونم یک کمیشن امپلویی بگیرم. کمیشن امپلویی یک چند تا نام میتونم، میگم که بازو می باشه احمد باشه، احمدی باشه، اسسنی، این تک چی باشه، کمیشن ریت از 1.3 یعنی 30% باشه، میباشن 0.3 یعنی 30% باشه. گروسلی باشه مثلا 200,000. اینجا میبینید که ایرر میگیره، برای ما ای اجازه را نمیده که ما یک کمیشن امپلویی را در داخل بیس پلاس کمیشن امپلویی ببینیم ذخیره کنیم. یعنی ما نمیتونیم که سوپر کلاس را در داخل ساب کلاس ذخیره کنیم، ولی برعکس از کاملا امکان پذیر است. به این معنا که یک کمیشن امپلویی نمیتونه بیس پلاس کمیشن امپلویی باشه، ولی یک بیس پلاس کمیشن امپلویی میتونه خودش یک کمیشن امپلویی هم باشه. ولی ما این کار میکنیم. ما سمت راست پس یک سوپر کلاس لیبل میگیرم، میگم که کمیشن امپلویی 2. سمت چپ میتونم که یک تا باش، من را فعلا کامنت بسازم که در نگیرم. سمت راست من میتونم که آبجکتی ساب کلاس بسازم، بیس پلاس کمیشن امپلویی را. پس من میگم بیس پلاس کمیشن امپلویی. میبینید که این طرف کمیشن، این طرف بیس پلاس کمیشن. میتونم که یک مقدار ذخیره کنم. بازم میگم که اما احمد باشه، احمدی باشه، این دفعه با یک آیدی دیگه، و کمیشن ریت زی باز باشه 0.3. گروسلی باشه 200,000 و یک مثلا 18,000 معاش هم داشته باشم. هیچ کدام ایرر نمیگیره، صحیح. ولی من اگه اینا رو کال بسازم، بگم که سیستم اوت پرنتلن، اینجا شما یک چیز ببینید دوستان. من از طریق بیس پلاس کمیشن امپلویی اگه بیم، بیس پلاس کمیشن امپلویی نقطه گیت سالری رو دارم اینجا.
میبخشین از طریق چیزی، از طریق object یعنی از طریق ای میگم BPCE best plus commission employee نقطه get best salary داریم. ببینید میتونم که best salary رو پیدا کنم چون اما object از همون است هم variable. ولی در اینجا که شما ببینید اینجا object از best commission employee است، یعنی در داخل ای best salary وجود داره get best salary، ولی در داخل سوپر کلاس ما get best salary نیست. میتونم که او رو دریافت کنم؟ البته که میتونم. اگه ما در اینجا بگویم که CE دو یعنی ما اینی رو کال کردیم صحیح. اگه بگم که get best salary میتونم ببینم؟ نه خیر. ولی ما اگه از طریق تو string بریم باز میتونه که برای ما get best salary رو نشان بده. میگم که تو string این میتونه که برای ما نشان بده، ولی ما او متد در داخل کمیشن امپلوی نداریم. اگه همین معادله برعکس شود چه اتفاق میفته؟ اینجا ما داریم ولی ایرر میگیره. این باید کاستینگ صورت بگیره، یعنی ما باید اینی سمت از هم در چی تبدیل کنیم؟ بیس پلاس کمیشن امپلوی تبدیل کنیم. اینجا ما میتونیم که در این قسمت از این قوس های استفاده کنیم داون کاست انجام بدیم. ما میگم این هم باید تبدیل شود در بیس پلاس کمیشن امپلوی. ولی میتونیم که در اینجا هرچند که سمت راست میتونه که سوپر کلاس باشه و وریبل از سب کلاس باشه، ولی ما اگه ببینیم بی پی سی ای دو اینجا get best salary رو داریم ولی ایرر میگیره. چرا؟ چون که هنوز هیچ پولیمورفیزمی صورت نگرفته. اینجا ایرر میگیره، ولی برعکس از این کاملا عادی و ساده است. اگه ما حالی اینجا بیایم بگم که اینی رو میخوام کال کنم، میگم CE تو string get best salary در داخل تو string کال شده دیگه، پس میتونه که او رو برای من نشان بده. احمد محمدی SSN و ارن داره. دیگه اینجا چی داریم؟ همون چیزهایی که در اونجا گفتیم دیگه. اینجا شما ببینید که اینی طرف ما سوپر کلاس داریم، این طرف میتونیم سب کلاس داشته باشیم. این خیلی عادی است، میتونه که کار انجام شود. در اینجا کاری که انجام داده ایره میگن که آبجکت سب کلاس میتونه که به حیث آبجکت سوپر کلاس هم قرار بگیره، چون همین سب کلاس ما میتونیم که بگیم یک نوعی از سوپر کلاس است دیگه، یک نوعی از خود کمیشن امپلوی است. پس این کار خیلی هم آسان است. پس ما این در زمان اجرا مشخص میشه که باید اون میتود یا او وریبل در داخل سوپر کلاس ما موجود هست یا نیست، یا باید کدام از اونا کال شود. اینا میتونه که در زمان اجرا مشخص شود. خب جهان سپاس. اینجا خیلی عمومی و کلی درباره پولیمورفیزم گفتیم. درس بعدی هم بیشتر درباره ابسترکت کلاس و ابسترکت متد گپ خواهد زدیم و انشالله خواهد بودیم.